إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. این سوره به نام سوره سجده یاد میشه. از اینکه کلمه سجده در اینجا آمده و سجده شده، مسلمان ها سجده کرده، کل سوره به نام سجده یاد میکنه. بزرگترین نمونه برای انقیاد یا تابعداری سجده کردن است، چرا که اشرفترین عضو خود انسان در زمین میگذاره و تعظیم و احترام الله تبارک و تعالی را میکنه و در حقیقت نمایندگی این مسئله را میکنه که انسان از می خاک پیدا شده و پس دمی خاک میروه. یعنی اول هم از می خاک پیدا شده و باز هم دمی خاک داخل میشه. امی خاک است. پس امو خاصیت های خاک باید در انسان دیده شود که عبارت از تواضع است و ای که ثمر بخش باشه زندگی انسانی. خاک چیزی است که از او انواع فایده ها گرفته میشه. انسان هم باید وجودش امی قسم مثمر باشه، یعنی همیشه به مردم خدمتش برسه و مردم ثمره و نیکیش برسه. مثل که خاک امی حالت داره که در آیات های بعدی امی بر ما ذکر میشه. سورت سجده هم سورت مکی است، 75 سورت است در نزول خود که قبل سوره طور و بعد سوره مؤمنون نازل شده. ارتباط این سورت قط ما قبل، در ما قبل الله تبارک و تعالی بیان توحید و شرک کرد، رد بالای شرکت. در اینجا الله مثال موحد و مشرک بیان میکنه و فرق در بین اردو بیان میکنه. پس در سورت قبلی بیان توحید و شرک اردو بود تا که با هم ممتاز شوند، جدا شوند. دو راه جداگانه و دو خط متضاد است که هیچ با هم هماهنگ و موافق شدن نمیتونه. در اینجا الله تبارک و تعالی بیان موحد و مشرک میکنه که موحد و مشرک یک نفر شدن نمیتونه. چرا؟ کسی که موحد است مشرک نیست، کسی که مشرک است موحد شدن نمیتونه. و نتایجی که برای اردو داده میشه یم جدا جدا است، عمل کردم جدا جدا است. از همون خاطر است بیان این امر میشه که هیچ وقت شرک و توحید با هم یک جا نمیشه. یا است که در آخر سورت لقمان الله تبارک و تعالی در بیان صفات خود یک صفت علم محیطه که سر همه چیز در هر جای و هر وقت علم داشته باشه الله تبارک و تعالی است. الله تبارک و تعالی در این سوره سجده تفصیل امی آیت میکنه که امی آیت مصداقش در این صورت بر ما واضح میشه. صفتایی که از الله تبارک و تعالی در این صورت ذکر میشه صفتایی است که خاص است برای الله تبارک و تعالی و در مخلوق همچون صفات دیدن نمیشه. این خود دلیل عزیز است که غیر از الله تبارک و تعالی دیگه کس مستحق عبادت نیست. در اول صورت الله تبارک و تعالی دعوت به سوی قرآن میده و صفات قرآن کریم بیان میکنه که قرآن کدام کتاب است، برای کدام غرض آمده و با امرای قرآن چی معامله میشه. خود به خود واضح میشه که مخاطبین قرآن کلگی است، اما دو طایفه جور میشه. یک طایفه که واقعا حقیقتای قرآن در دنبالش است، تحقیق میکنه، بررسی میکنه و از او پیروی میکنه. و یک مردمی است که نعوذ بالله با وصف حقانیت امی قرآن، با وصف موجود بودن دلایل قوی که وحی الله تبارک و تعالی است، ساخته از بشر نیست، انسان ها از روی عناد، مردمایی که مخالف است از روی عناد میگه که قرآن جور کردگی خود است. نعوذ بالله. عجیب گپ خوبه است که قرآن خود اختار میده، چالش میده که شما به مثل چند آیت قرآن کریم آیت جور کنی، لیکن ایرا انجام داده نمیتونه. اما دروغ پردازی و ای که علیه قرآن تبلیغات که ای ساخته بشر است، وحی آسمانی نیست، ای کار یا شروع میکنه. در این صورت بر ما درس داده میشه که افواهات مردم، اعتراضات مردم و همچنان سر و صدای مردم تاثیرگذار نیست به ای که دعوت انسان ترک بکنه و یا دعوت ناکام شود. چرا؟ در مقابل آفتاب پف کردن هیچ کدام معنا و مفهومی نداره. قرآن امو قسم دلایل واضح برای حقانیت خود در ضمن خود داره
و اعتراضاتی که مردم میکنه کلش بیجا و خطاست. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم. الله عالم است به اصل مقصد این کلمات، لیکن نکته قوی که در این موارد این حروف مقطعات ذکر میشه، این دلیل بالای معجز بودن قرآن کریم است، چرا که کل قرآن از این حروف هجا جور شده و کلماتی که ما سخن میگیم هم از این حروف جور شده، لیکن کلمات ما و کلمات قرآن بسیار فرق دارد. نمیشه که کلمات ما مشابه کلمات قرآن شود، چرا کلمات قرآن با وصفی که کمتر هم باشه بسیار جامع است، بسیار رسا است، مضمون خیلی جذاب داره، حتی لهجهش خیلی شیرین است و کدام مطالب و مقاصدی که در بر داره واقعا که هر انسان علیده تحقیق میکنه و نکات و باریکات علیده را استخراج کرده میتونه. این اونمو معانی و مقاصدی است که در قرآن وجود داره و در کلام بشر وجود نداره. از او خاطر بعد از او میگه تنزیل الکتاب لا ریب فیه من رب العالمین. نازل کردن قرآن کریم است از جانب الله تبارک و تعالی. رد میکنه بالای مردمانی که جور کردی پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. چطور شده میتونه؟ پیغمبر علیه السلام یک بشر است و مردم دیگه هم بشر است. اگر پیغمبر هم چو کلام جور میتونه، بعد بشر دیگه هم قدرت داشته باشه اینطور کلام جور بکنه، لیکن اینطور نیست. این نازل کرده شده از جانب الله تبارک و تعالی است. نازل کردن کتاب از جانب الله است. دو معنا درست است. لا ریب فیه، نیست شک در کتاب. این در حقیقت بیان کمال این کتاب ذکر میکنه، یعنی کامل کتاب همیست. چرا؟ کتاب کامل اموسته که در موردش ریب و شک شدن نمیتانه. چرا؟ این کتاب خودش متضمن اینطور دلایلی است که اگر تأمل دوشه و اج نوع شک نمیشه. لا ریب فیه یعنی این محل شک نیست. اگر شک کننده ها خو شک میکنه و مردمایی که عناد داره و شک میکنه، خود قرآن محل شک نیست. چرا؟ به خاطری که قرآن از جانب الله تبارک و تعالی است و دارنده امو دلایلی است که شکا را زائل میکنه. من رب العالمین، از نازل کرده شده از جانب پروردگار مخلوقات است. معلوم میشه که انزال قرآن کریم هم تعلق به تربیت داره. انسان مثل که در تربیت جسم خود به غذا ضرورت داره، به اسباب و لوازم زندگی ضرورت داره، انسان اینمی قسم ضرورت به قرآن هم داره. از همین آیات قرآن برای ما واضح میشه که انسانی که رابطه با قرآن نداشته باشه او در حقیقت زندگی خود تکمیل نکرده، ولو که اسباب و لوازم مادی خیلی زیاد داشته باشه، اما روح از او آرام نیست، اطمینان برش حاصل نیست. چرا؟ به خاطر که یکی از جمله غذاهای روح انسان امی قرآن است. با قرآن رابطه پیدا کردن سبب اطمینان و تسکین خود انسان میشه، قلب مطمئن میشه. چرا؟ به خاطر که از جمله اموری است که الله تربیت انسان در نظر گرفته قرآن روان کرده. از او ذاتی که مالک و متصرف کل مخلوقات است، او میدانه که بنده های ما یا مخلوق ما به چی نیاز داره. از امو خاطر است که الله انتظام زندگی انسان در هر دو مورد کرده، هم در مورد جسمیش بعد مادیش و هم در مورد بعد روحی یا معنویش. از امو خاطر است کسانی که میگه موسیقی غذای روح است غلط گپ میزند، دروغ میگه. بلکه دانشمندا بعد از تحقیق و مطالعه و بررسی امو مردمایی که همیشه ساز و سرود کرده در آخر عمر یا مبتلا به مرض روحی شده یا اعضایش کج و کور شده یا است که تکلیف قلبی برش پیدا شده، از امو خاطر و منافات با روح داره، نه ای که ملایمت و موافقت با روح داره. بله با نفس که طرف بدیها آدم میکشانه موسیقی موافقت داره، با روح نداره. غذای روح تنها چون که از جانب الله تبارک و تعالی است، قل الروح من امر ربی، غذای شام از جانب الله تبارک و تعالی است. روح امر معنوی است، به چشم دیده نمیشه. وحی الله تبارک و تعالی امر معنوی است. از امو خاطر این غذای روح شده میتونه. ام یقولون افترا، آل اعتراضات یا شبهه را الله رد میکنه. آیا یا میگویند که جور کرده ایره از نفس خود؟ بل هو الحق، نه این امکان نداره که کسی از خود جور بکنه. چرا؟ بل هو الحق من ربک، بلکه این ثابت است از جانب پروردگار تو، واقعیت داره، حقیقت داره. چرا؟ چطور شده میتونه که الله با این قدرت و عظمت خود به یک کسی موقع بده که دعوای پیغمبری را بکنه و باز دروغ جور کنه بالای الله تبارک و تعالی؟ الله این موقع را نمیده.
پیغمبری که بر حق باشه و اون نعوذ بالله دروغ جور کنه، الله او را گذاشتنی نیست. چرا که آیت قرآن است ولو تقول علینا بعض الاقاویل، چیست؟ اگر بر سر ما جور بکنه بعضی چی را، گفتارا را. چی اونجا الله تبارک و تعالی میگه لاخذناه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین، ما ای را میگیریم با قوت خود و بعد از او رگ گردن از این را قطع میکنیم. چطور شده میتونه بالای الله کسی دروغ بس نکنه و بگویه از خود جور کنه و نسبتش به الله تبارک و تعالی کنه؟ اینجا الله ثابت کرد که قرآن وحی آسمانی است، ثابت و راست از جانب پروردگارت است. لتنذر قوما، این هدف قرآن است. قرآن به این خاطر آمده که مردمانی که در حالت نعوذ بالله خواب غفلت خواب است و هوا و هوس واره فرا گرفته، پرده های جهل و نادانی نعوذ بالله امو بصیرت نور قلبشان تاریک ساخته، او مردم را آگاه بسازه. لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر، که بیم بدی ای او قومی را که نه آمده بود بر از یا من نذیر، کسی بیم دهنده من قبل که پیش از تو. این دو نقطه را ما پیش میکنه ای آیت قرآن کریم. یکی بسیار ضرورت اشد برای این مردم بود که باید امیطور قرآن بیاید. از امو خاطر وقتی تاریخ جاهلیت عرب مطالعه میکنه انسان بیخی تکان میخوره که چه حالتهای ناگوار در او سرزمین انجام داده میشد و مردم به کدام تاریکی ها غرق بودند، چقدر رسومات کمرشکن در اونجا موجود بود، حتی حیثیت انسانیت در اونجا قابل احترام نبوده. از امو خاطر امی وضعیت تقاضای از این را میکرد که همچون کتاب انقلابی باید در او سرزمین بیاید. یکی پس معلوم شد که آمدن قرآن در او سرزمین یکی از جمله ضرورتهای خیلی مهم در او وقت شمرده می شد. بلکه بعد از او جهان که وقتی در طرف تاریکی و مادیات پرستی می روه، قرآن یگانه رهبری است که مردم راهنمایی میکنه و یا را آشنا می سازه با جهان دیگه و انسانیت براشان تعلیم میده که انسانیت چی را میگه. دوم نکته را که آیت بر ما پیش میکنه ایست، انسان وقتی به یک چیز خیلی ضرورت داشته باشه باید قدر و قیمت امو چیز بسیار بکنه، یعنی او را به دیده قدر بنگره و او را تعظیم کنه و از او خیلی پاسداری و حفاظت بکنه. مشرکین مکه باید بعد از آمدن قرآن کریم آنقدر مسرور و خوش می شدن که هیچ پرسان نکو و به خون جان خود از این دفاع میکرد و این را در جامعه خود تطبیق میکرد. چرا؟ هر چیزی که ضامن سعادت و پیروزی کسی باشه او را آدم همونطور نمیگذاره، بلکه از او حفاظت میکنه، در مورد از او فداکاری میکنه. مثل که ما و شما کدام چیزی را که مثمر باشه ما او را همونطور اعلان نمیکنیم، بلکه از او حفاظت میکنیم، دفاع پیش میکنیم. و ملک و مال ما و شما برای خود ما خیلی محبوب است، از او دفاع میکنیم ولو که کشته میشیم. پس قرآن کی طور امر ضروری برای امو مردم بوده، بسیار قابل ازی بود که احترام میشد و ازی دفاع میشد. ولی با تأسف مردم ها چون که اونمو هوا و هوس تاریکی های جهل واره فرا گرفته بودن نتانستن که ازی نیکبختی قرآن کریم استفاده بکنه، با این قرآن رو بیاره و زندگی خود جور کنه. خونه الله تبارک و تعالی اینطورم نمیگذاره که کلگی مخالف باشه، حتما توده طایفه را الله پیدا میکنه که امی حق ادا میکنه. صحابه کرام امو شاگردای پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که امی حق ادا کرد، قرآن پذیرفتن، در گوشه زندگی خود تطبیق کردن، از قرآن دفاع کردن، مال خود خرج کردن، سر خود قربان کردن و قرآن به مو وضعیتی که الله روان کرده بود و باید به مردم برسه امو قسم امو مردم خود عملی کرد و به مردم رساند. از خود لعلهم یهتدون، این هدف قرآن بود، بیم داده شوه. بعد از اینکه به این مردم کسی بیم دهنده نامده بود، لعلهم یهتدون، به خاطر که مردم راهیاب شوه. معلوم شد هدایت بجز از قرآن که حدیث تشریح قرآن میکنه به راه دیگری حاصل نمیشه. اگر کسی در غارا می نشینه او میگه که من اونجا هدایت میشم، مثل نصارا واره که وا در غارا نشستن. اگر کسی امروز به نام مدرسه و خانقاه و فلان مرکز پیدا میکنه، خود او قرآن تدریس نمیشه، ولو که نامش مدرسه دینی باشه، ولو که نامش خانقاه دینی باشه، ولو که نامش مرکز دینی باشه، پوهنتون دینی باشه، که کتاب الله در اونجا خوانده نمیشه، تعلیم نمیشه، حدیث پیغمبر تعلیم نمیشه، هدایت وجود نداره. این فیصله قرآن کریم است. لعلهم یهتدون. از همون خاطر است بعضی فرقه های ما که در گوشا نشسته مردم به اذکار مبتلا کرده، مشغول کرده و میگن شما راه هدایت پیدا میکنی. کلا، غلط گپ است.
چرا که در کدام جای درس و تعلیم قرآن نمیشه هدایت وجود نداره. الله الذی خلق السماوات، الله او ذاتی است که پیدا کرده آسمان ها را، والارض زمین و ما بینهما، آن چیزی که در بین زمین و آسمان است، مخلوقی که در اینجا زندگی میکنه به الله تبارک و تعالی معلوم است. کدام سیارات، کدام عالم دیگری که موجود باشه، کلش مخلوق الله است. الله خالق است. فی ستت ایام، این را پیدا کرده در 6 روز. در اون زمان خود روز نبود. چطور میگه در 6 روز؟ به مقدار 6 روزی دنیا الله پیدا کرده. یکی یا مراد از روزها روزهای قیامت است که یک روزش 1000 سال میشه. اما اگر به این طولانی باشه هم پیش الله تبارک و تعالی به این خاطر است که انسان تعلیم میده که زندگی تو تدریجی است. تو یک دفعی به نقطه کمالت نمیرسی. از همون خاطر تو همیشه از اول شروع میکنی، مرحله به مرحله ارتقا میکنی تا که در مقصد زندگیت برسی. و این در حقیقت دعوتگر هم تعلیم است که مسائل تو یک دفعی نمیشه که کل مخلوق اصلاح شوه. این آهسته آهسته کم کم اینمی قسم الله تبارک و تعالی سلسله دعوت گشایش میده، برای فراخی نصیب میکنه و یک روز میبینی که ما حول محیط یک دم فضای توحید گرفته باشه. این به اینمی تدریج میشه. از او خاطر الله خو میتونه کل مخلوقات در یک لحظه پیدا بکنه. چرا؟ و اراده قصد ایجاد چیزی را میکنه، کن برش میگه مفیکن موجود میشه. لیکن الله ایره در مقدار 6 روزی دنیا یا آخرت پیدا کرد، تعلیم داد به انسان که اموری تو انسان در دنیا به تدریج است. ثم استوى علی العرش، بعد از او برابر شد بالای عرش. امور رقم که لایق شان الله تبارک و تعالی است. استوا علی العرش، عرش معلوم است در لغت عربی عرش تخت میگه، او استوا میگه برابر شدنه، این هم معنایش معلوم است. اما الله تبارک و تعالی چه قسم سری عرش برابر شد کیفیت ما نمیدانیم. چرا؟ لیس کمثله شیء، الله تبارک و تعالی به مثل شیء چیزی نیست. تشبیه دادن نمیتونیم که الله اینمی قسم برابر شده. خب بله، الله که کدام چیز برای خود ثابت کرده در قرآن یا پیغمبر در حدیث ثابت کرده برای الله، او را ما ثابت میکنیم بدون کیفیت. اینمی عقیده اهل سلف است، عقیده صحابه است، عقیده تابعین است. اما مردمایی که از دهن مبارک پیغمبر درس یاد گرفته، عقیده را یاد گرفته، در و عقیده شیرمیسته در مورد صفات الله تبارک و تعالی. هر قدر صفاتی که در قرآن و حدیث برای الله آمده ثابت است، خو لیکن کیفیتش ما نمیدانیم. تاویل هم نمیکنیم که استوا را اینجا به معنای قصد کردن بگیریم. ثم استوا، بعد از قصد کرد علی العرش، بالای عرش. این طور هم نمیکنیم، مؤولین نیستیم. تحریف هم نمیکنیم که نه این صفتا برای الله تبارک و تعالی اثر ثابت نیست، نعوذ بالله. چرا؟ اگر ثابت کنیم تخت لازم میشه، تخت نشستن لازم میشه، برابر شدن نشستن هم میخواه، وضعیت و کیفیت هم میخواه، وضعیت و کیفیت جسم هم میخواه. او چیزی که جسم باشه اون مرکب است، مرکب خو با اجزای خود محتاج است، احتیاجی ثابت شد. الله خو محتاج نیست، از او خاطر بعد صفت ما رد کنیم. این طورام نیستیم. تشبیه داده نمیتونیم، چرا؟ مشبهه جور میشیم. تعطیل هم نمیکنیم این صفت. بلکه اهل سنت والجماعت در مورد صفات الله می عقیده داره که هر صفتی که در قرآن و حدیث با کدام کلمات آمده به الله ثابت است، خب کیفیتش ما نمیدانیم. ید صفت الله آمده، دست، ساق صفت الله تبارک و تعالی آمده، وجه صفت الله تبارک و تعالی آمده، نزول صفت الله آمده، استوا صفت الله تبارک و تعالی آمده. ما کل صفات را به الله تبارک و تعالی ثابت بکنیم. سمیع است، بصیر است، لیکن به مثل مخلوق نه. امور رقمی که لایق شان الله تبارک و تعالی است. همیشه کسی که در مورد صفات الله خطا میشه، به این خاطر خطا میشه که گمان میکنه که الله به مثل مخلوق است، نعوذ بالله. از امو خاطر در اشتباهات واقع میشه. وقتی که ما بدانیم که ولم یکن له کفوا احد، مثل الله هیچ کسی همتا نیست، لیس کمثل شیء و هو السمیع البصیر. به مثل الله چیزی نیست، لیکن بازم میشنوه و بصیر است، میبینه. لیکن دیدن الله مثل دیدن ما نیست. دیدن ما روشنی کار داره، در مابین حجاب یا پرده موجود نباشه، چشم ما وضعیت خاص، پرده خاص، پلک خاص، علایده نگاه گوی چیزا کار داره. دیدن الله به این چیزا ضرورت نداره. امو رقم که لایق شان الله است. از امو خاطر استوا سر عرش ثابت است. مقاله بزرگ امام مالک رحمت الله علیه است، گفتی الاستواء معلوم والعرش معلوم.
والکیفیت مجهولتون، کیفیت مجهول است. والسؤال عنها بدعتون، اگر کسی سوال میکنه که چه رقم، از کیفیت سوال کردن بدعت است که بگوی چه رقم گفته نمیتونی. از امو خاطر است ذات الله سر عرش است. پیغمبر علیه السلام از کنیز سوال میکنه، او را آزاد میکنه در کفاره، چون که کفاره آزاد کردن کنی مؤمن شرط است. از او خاطر است پیش سوال میکنه این الله، کجاست الله؟ او انگشت خدا بالا میگیره. او در مختلف آیات های قرآن کریم دلیل بالای عزیز است که الله بالاست. یعرج چیست؟ پشت سرم میاد. ثم یعرج الیه فی یوم کان، بعد از او بالا میره و طرف الله تبارک و تعالی. روح انسانی بالا میره. امی قسم اعمال الیه یسعد الکلم الطیب. او در وقت چی که شب کسی عبادت میکنه، دعا طلب میکنه، الله نزول میکنه، معلوم شد که الله تبارک و تعالی بالاست. الله در هر جای است. این به اعتبار ذات نیست، الله علم و قدرتش در هر جای است. هیچ جای از قدرت الله خالی و از علم الله خالی نیست. نه که ذات الله در جای است. کسی که قائل به است که ذات الله در جای است، ایرا میگه نعوذ بالله ملاحده. ایرا میگه مردم کسی که قائل به وحدت الوجود است، یعنی وجود یکی است. امی بعضی کسایی که از قرآن و حدیث دوری میجویه، باز آخر الامر میرسه میگه ما فنا فی الله شدیم. فنا فی الله. تاسف در است کسایی که خود عالم هم میگیره، در سطح رادیویی گپاره میگه که یکی سیر الی الله است، یکی سیر مع الله است، یکی فنا فی الله است. این کلمات اصطلاحات بدعی است. نه از زبان پیغمبر آمده شنیده شده، نه صحابه را استعمال کرده. این کلمات بدعی است که ملحدین ای را وضع کرده که نعوذ بالله معنای فنا فی الله است وجودی تو در وجود الله مزمحل شده، ختم شده. ای را به نام وحدت الوجود یاد میکنه و میگه که غیر از هر چیزی که میبینی وجود الله است. وجود الله است. نعوذ بالله. حتی میگن که سگ هم میگه اینمی وجود الله است. و یک بدبختش در یک بیگاه در تلویزیون هم گفت الله در سرگین است. نعوذ بالله. تو ببینه چقدر کلمه کفری است، چقدر بد است. قرآن چی میگه و این مردم چی میکنه؟ ولی با تاسف مردم بازم دنبال همچون مردمایی که عقیده غلط و خراب داره پشت از او روان است.